заминҳои фонди давлатии ҷангали шаҳри Турсунзода 456 000 гектарро ташкил дода, аз 3 то 5% ҷангалпӯш мебошанд. соли 2021 аз ҷониби корхонаи давлатии хоҷагии ҷангали қаратоғи шаҳри Турсунзода 7 гектар ҷангали нав бунёд шуда, 30 гектар ҷангал барқарор гардидааст. дар хоҷагии ҷангал ниёлҳои хуч, акатсия, қурақош, санавбар, олучаи кӯҳӣ ва дигар намуди ниёлҳо мерӯянд. با اشتراک دیرکتور اگنتی خوجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یوسفزاده عبدالغفار غیرتشاه و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده در کارخانه دولتی خوجگی جنگل قرطاق شهر ترسونزاده جهت افزایش درختان جنگل معرکه نهالشنانی برگزار گردید. طبق معلومات دیرکتور خوجگی فرقت سیفاللهیف در جنگل بیش از 2000 بیخ نهال درخت پاولونیا به طور تجربوی شنانده شد. پاولونیا درختی پهنبرگ و زود افزایش یابنده و مطابق با باد و هوای منطقه بوده، خصوصیت‌های آن با تازه نمودن محیط زیست، گونش برای عسل پروری و پایه و نوده آن برای مصالح ساختمانی و کشتی سازی مساعدت است. مؤسسه دولتی خوجگی جنگل قرطاق شهر ترسونزاده در مساحت 45600 گکتار جایگیر شده است. از سه منطقه جنگل پروری عبارت است. ما امسال تصمیم گرفتیم که در حدود جنگل درخت‌هایی که گوییم که برای ما نو معرفی شدن اما شنونده ایستاده ایم. پاولونیا چه خصوصیت‌ها دارد؟ وقتی که پاولونیا گل میکند برای سمت زنبور پروری بسیار یک منفعتی کلان دارد. دومش این است که از خودش هوای اکسیژن خارج میکند. برگش رو ما همچون برای غذای چاروا استفاده میکنیم و بعداً چوبش هم فایده‌ناک است که همچون چوبی کاری استفاده کرده می شود. ما تصمیم گرفتیم که در حدود خوجگی از همین نیولای پاولونیا که گفتیم 2000 بیخ در این سال یکم سال 2000 بیخ شنونیم و در آینده این رو ما باز زیاد کنیم. تجربه ها نشان می‌دهد که فعالیت خوجگی جنگل برای افزون گرداندن گوناگون بیولوژی، حفظ حیوانات و نباتات نادر، نهال پروری و در مجموع برای پیشرفت اقتصادی مملکت سودآور میباشد. قابل ذکر خواست است که طبیعت ناتکرار و بیشت آسای تاجیکستان امروزها توجه سیاحان داخلی و خارجی را بیشتر جلب کرده است. سرشمار آهوی خوجگی 321 سر را تشکیل داده، این شماره سال تا سال افزایش یافته ایستاده است. همچنین در مؤسسه دولتی خوجگی جنگل قرطاق شهر ترسونزاده آهوی خالدار پرورش کرده می شود که در سال 2022 با سنه یکم ینوار 2022 شماره آن به 321 سر رسیده است. ما همه ساله نقشه طبق شرطنامه طرفینی که بین خوجگی جنگل قرطاق شهر ترسونزاده و اگنتی خوجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شرطنامه‌ای که ما داریم همه ساله ما آن را اجرا میکنیم. امسال باشد در میدان 10 گکتار بنیاد جنگلزار و در میدان زیاده از 20 گکتار ما برقرار کنی جنگلزار را اجرا میکنیم. کارخانه دولتی خوجگی جنگل قرطاق شهر ترسونزاده بعد از تجربه نمودن نهال پاولونیا نقشه دارد که در آینده مساحت زمین‌های چنین درخت پهنبرگ و زود افزایش یابنده را زیاد نماید.